سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین گرامی. من تحلیلگر ژئوپلیتیک کانال هژمون هستم. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. ترامپ برنده یک جایزه شده. حالا میگن که اسمش جایزه نوبل، جایزه فیفا است. فیفا این جایزه را چند هفته پس از آن اعلام کرد که کمیته نوبل نروژ در اکتبر نام ترامپ را برای جایزه معتبر صلح نوبل کنار گذاشت. ترامپ که مدت هاست برای گرفتن این جایزه تلاش میکنه، همین هفته نیز بار دیگر گفت که به خاطر پایان دادن به مجموعه‌ای از درگیری‌ها سزاوار دریافت آن بوده. اما او در نهایت به همین جایزه تازه اختراع شده از سوی فیفا بسنده کرد. جایزه‌ای که جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا شخصا در مراسم قرعه‌کشی در مرکز کندی در واشنگتن به او اهدا کرد. خب این در حالیه که دونالد ترامپ یه آدم شخصیتش رو خیلی ها شناختن، این شخصیت نارسیست خودشیفته است که قصد داره خودش رو به هر شکلی که میتونه پیروز نشون بده و یک الگو و یک شکل اساتریزم، یعنی اقتدارگرایانه از خودش نشون بده. ترامپ خب دفعه قبل که نوبل رو نتونست ببره، این دفعه با یک جایزه ساختگی که توسط فیفا طراحی شده میخواد خودش رو راضی کنه، میخواد اون اقتدار خودش رو حفظ کنه، چون که در نوبل شکست خورد. اگر که صلح نوبل هم به ترامپ میرسید، به حدی این ترامپ در بین افراد فریخته اعتبار پایینی داره که اساساً جایزه نوبل اعتبارش زیر سوال میره. یعنی به حدی که این فرد شناخته شده بود که کسی حاضر نشد به نفع ترامپ رأی بده. بالاخره در هیئات کمیته های علمی نوبل دانشمندان، فیلسوفان، جامعه شناسان سطح بالایی قرار داره و اصولا افراد سطح بالا علمی با این شخص مشکل دارن. یعنی تقریبا همه، ما کسی رو به ندرت میبینیم که سطح تحصیلی بالایی داشته باشه و با دونالد ترامپ توی مسیر یا توی یک گام قرار گرفته باشن. زمانی ترامپ وضعیتش از اینی که از بدتر میشه که پرچم ایران در واشنگتن برافراشته میشه. این یه پرچمی بود که قرار نبود اساساً بعد از حمله همه‌جانبه اسرائیل و آمریکا به ایران وجود داشته باشه. کشوری که قرار بود به 5 کشور یا 6 کشور دیگه تجزیه بشه، الان پرچمش در واشنگتن برافراشته شده. قراره در 6-7 ماه آینده سرود ملی خونده بشه و ترامپ شخصا این تحقیر رو نمیپذیره. خیلی خوشحال میشن که ما رو ساب کنیم تا اینجا بیدیم. اما ما یه تحلیلی انجام دادیم، حدوداً 1 ماه پیش تحلیل انجام داده بودیم که گفته بودیم بین پاکستان و افغانستان صلحی ایجاد نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه افغانستان نمیتونه گروه TTP رو به پاکستان برگردونه و پاکستان هم از این موضوع مطلعه و حملات گفتیم پاکستان هم اگر که این گروه رو نده به، یعنی تسلیم دولت پاکستان نکنه، پاکستان حمله میکنه، چون بالاخره پاکستان TTP رو علیه امنیت ملی خودش میدونه. همین امر باعث میشه که کشور پاکستان بخواد تهاجمی تر رفتار کنه در مقابل افغانستان و این درگیری ها همچنان ادامه داره و ادامه
خواهد داشت به صورت پراکنده و ممکنه بیشتر هم بشه. البته که این درگیری ها این نکته منفی که داره، اولین جایی که به کشور دیگه ای آسیب میزنه اون ایرانه. به چه علت؟ به خاطر اینکه ایران در همسایگی این دوتا کشور وجود داره و جدا از اینکه قرار مهاجران غیرقانونیشون به ایران افزایش پیدا کنه، نکته منفی دیگه اینه که امنیت و نظم منطقه و ژئوپلیتیک منطقه به هم میخوره. یعنی ما درگیری‌های مرزی بیشتری احتمالاً داشته باشیم. احتمال گروه‌های افراطی رادیکال تر میشن، شدیدتر میشن تا حدی، و اینکه مهاجران غیرقانونی به خاطر این زیاد میشن که وضعیت داخلی پاکستان بدتر میشه. بالاخره جنگ هزینه داره، فشار روانی شدیدی داره، ناامنی باعث میشه ایجاد بشه، امنیت داخلی اون کشور تضعیف میشه و همین امر موجب میشه که پاکستان و افغانستان این اعمالشون به ایران آسیب میزنه. در واقع اولین کشور که جز خودشون آسیب میبینه ایران و افغانستان هم مجبور افغانستان دفاع کنه از خودش. چرا؟ چون بالاخره نمیتونه گروه TTP رو تسلیمش کنه. گروه TTP از نظر ایدئولوژی، از نظر کمک‌های امنیتی و منافع مشترک نقاط مشترک زیادی داره. و همین پیشبینی ما اینه که هنوز این روند درگیری ادامه پیدا کنه تا زمانی که دو طرف به یک صلح و یک معاهده پایدار دست پیدا کنه. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگر که نقد یا نظری داشتین حتما در کامنت های همین ویدیو بنویسید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.